بیا بریم از این ولایت دیگه. گیلک تو به کجایی آخه؟ آخه عزیز دل تو خودیم شیری که تو تازی کوچا چی میگردی بخو؟ من برو مخونی عمی خو. ایشته یک خونی عمی، یک روز به خونی نانی خو میری، یک روز به خونی عمی خو میری، یک روز به دی میری، ایشته نه. تو که دیکونی دیگه تو به دیکون نی. آخه برای من تو مادر تو خودیم شریک کرده و می دیکون. شریک من از صبح که من دیکون دورو میرم 12 بجه شب بیرون میشم. تو 1 ساعت به دیکون نی. خب یه گفت این شریکی شد دیگه. شریکی تو خود چی فرق میکنه؟ تو شریک منی بچه خاله منی. تو بیگونی. خب تو اگه بیگونی بیدی ما تو رو به تا دیکون نمیگدشتم. انا شریکی با دیکون شیشته سویدا میکنه. ای برای مسیکو شریک بزی گفتن با خاطر می دیکون به هر راهی که میره مگه مردو تو شریک یک جا باشه. بزی نگفتن که یک شریک تا 12 بجه شب دیکون باشه. یک دیگه به خود بگرده میره کنه به خونه عمه بره به خونه خاله بره. یعنی چی؟ میتونه تو اصلا بریدی که من یک روز از این دیکون جمعی برم من به خونه عمه خونه را خبر نگیرم خونه داده خو به خونه قوم خو خشا خو. خدا از این کارا یلک آخر من مجبور شدم در دیکون بسته کردم بیا نگو برات تو بپالم. من برای سودای چیزی میرم چاش به خونه یک چکر میرم و نون خورده میرم یا با دیکون ما میارم یک دقیقه من دیکون که بشم 1 ساعت. یک شاگرد شیعتر مثل ما بگیریم. خب دیگه من شاگرد بگیرم بازو پول بدم. یار گین لخو همون مردم قدیم هر چی میگفتن راست میگفتن. باید این مردم همون گپا مردم قدیم الغه کنم به گوش کنم. چی میگفتن مردم قدیم؟ چی میگفتم؟ دیک شریکی هیچ وقت نمیجوشه. چی؟ دیک شریکی هیچ وقت نمیجوشه. دیک شریکی کو دیک ما و تو دیک داریم. ما و تو دیک نداره. همین کار ما و تو نمیسر خلاله. من امال میره خود پیار تو گپ میزنم. یک طرفه میکنم. چی میگه به پیار؟ یک طرفه میکنم میگم بچه تو 1 ساعت به دیکون نیا پیش به. ما عرض بونه میگیرم بچه با خونه میری یا با جا دیگه. من میرم خونه عمه خو. من میگم برو خود پیار مگه میزنی من میگم برو خود نانی مام گپ. تو که خودی شریک آخه من اینجا که پول انداختی. خود دیگر امر دو بابا که اینجا سه کو میجیش یا نمیجیش. حالا من خود پیار یک طرفه میکنم یا مگه دیکونه بردار یا بردار. به پیار نشینی نکنی. بالا برو خود پیار تو گپ میزنم. تو سر تو شریکی با میشه. بسیار خوشحالم بخیر سلامتی. شکر زنده باشین سلامت باشین. کجا بخیر؟ همین تو میرونی با خونه. بابا نواز ببخشی مزاحم شما شدم. ما نوازم یک سوال داشتم. بله. شما مرد قدیمیم تقریبا. بله. شاید بیبی و بچه شما به شما اختلاط کرده باشه. شاید. همین دیک شریکی اشته بیده. دیک شریکی چه کار شده؟ دیک شریکی هیچ وقت با هم دیگر نمیجیشه. ای خیر بینین. ای خیر بینین. همین گپ بودنیه؟ بله. واسه خیر بینین. انال همین دیگ از مانو گیلک بچه شما نه. خب. شما همین گیلک خودیم شریک کردین. بله. خب ایتم رای خدایه که من 1 ساعت از صبح که میرم دیکون تا 12 شب به دیکونم گیلک 1 ساعت من دیکون رو پیش من نمیایه. حتی یک خبرگیری نمیایه. نمیایه به دیکون؟ نه به کجا میایه؟ انا مال من کوچه دیدم. همال دیدم. خودی کام جربه هستم بکردم گفتم میرم مثلا عمه خو میرم. گفتم برای تو خودیم شریک اینجا بهر رو میرم مگه خودیم بشی. به دیکون بس من سودای بر از سودای چیزی میرم برای چیزی میزم مگه دیکون بس کی تو. ولی به دیکون نمیایه می روزا. مامان شما به کجا شما به چی خبر نداره. یک میگه مثلا علی خو میرم یک میگه میرم به در روسیه یک به خونه عمه خو میرم اشتنه. من صبح صبح میگم برو خبرو به دیکون خورو. به دیکون پیش می 1 ساعت نمیایه. حالا که ما بیان پیش شما معلوم کنم میتونه نمیشه مامان نوروز. اگه نمیتونه بیا کمی دیکونم آور دارم. هر چی حق شما میشه حق شما رو بدم. از این کار بیترم نیه. ولی به کجا دیدی تو؟ همه اینجا من تام کوچه دیدم گفتم میرم سرام میخو. تو میرم سرام میخو؟ شما یک کاری بکنین برای خونه گپ زنیم اگه نمیشه نمیتونه رسیدگی نمیتونه هر روز به خونه عمه خوی بر میره بیا که عقل بودن خلاص بره. باشه من خود گپ میزنم. یک کاری بکنین که من نمیتونم دیکون از صبح تا شب میاد باشم. بس سودا چیزی میرم. خوبه. با من خبر بدین دیگه. خوبه. من دل جمع. باشه کجیر خان. چطور میگی لگه اینجوری؟ نمیتونی سبب کن. خود شو. سبب کن. خود شو. با کام که گردنم وان به شما تا نمیبرم. پس کن. خود شو.
خورد شده برارم بس کشی کلفمو محکم شه. پا توانی نرم میشه چی گپایه؟ برا غریری اول خوبه؟ شکر الحمدلله کار میکنی؟ ایچی گلک ببی بخشه این روز خوشم میکنی ای باری عادی روزا کجا بدی؟ برسیم چه کاره با قبول گله بخش شما دیگه. ای گلک بخشه بشاروندم برو کی؟ بشارونده بران ببین برا خیلی تو؟ گوش نمیکنه بسوخته نه بابا. بخشه بین برفته مزی و نیه کخ نمیه یاش تو براتون خود چیزه؟ شیری که نگه خودی هم شیریکیم. اما و عباس شیریکیم. عباس یک گپی گفت تکسه کنه این گپ راسته. چی گو؟ عباس با من میگه که بیا که شیریکی با هم زنه که ای دیگ میجوشه. باس به تو چی گو؟ گفت اگه چون دیگ میجوشه. دیگ میجوشه دیگ میجوشه. خوب منجور نمیجوشه. نمیجوشه منجور گپ عباس انه مثل ما و برار من انه ما و برار من با می باخ شیریکیم مدت دیگ ما و عجو خودی هم نمیجوشه گله ما و عجو خودی هم نمیسازیم برار من نمیبینی چیست نمیبینی سیکوت چک زره انگور بتا سه چرخ ما نگفتن که اینجا می جوان یا شیشته دمی انگور بدم این دیگه گوشتا خوره کردی کردن همه بند باشه دل ما پاک بشی علی شته انگورا زرده شته با مالا مفتراری برار جو شته دیگر حالا دیگ میجوشه یا نمیجوشه؟ نه چی؟ نمیشه اصلا برار جو مثل ما و همی برار می نمیبینی باخچر بشارونده همی که میگه مال شیریکی خودی هم نمیجوشه همینه اگه ما کار کنم او کار نمیکنه اگه او کار کنم ما کار نمیکنه اگه او بقصه کار باشه من میو اگه ما باشم اون میه هری با میرم چری تو برای میگم دیگ شیریکی برو نمیجوشه کار شیریکی خودی با هم دی من خود راحت برار خیال میدونم تو سردل خیلی داری کجی دیگ شیریکی میگی نمیجوشه و خاطر که نمیجوشه سر تو بی کن گفت چی با میکنه چه کار میکنی نورالله؟ تو فکرها خوب است برارمه دایچین بدی هم زهر است که ما مشاغل بیاد صاحب کار چی دیگه ما مشاغل اشتن اختیار مونده نباشه سلامتین زنده باشه من به نورالله بگفتم بگم ما مشاغل عجله داره می دیوال باغ دای کنه بزیم میگم میگه نه دی شیریکی نمیجوشه ماما شاگل ما پارسال هم خود باجه خود دیواله گرفتم کار کردم با آخر که برسید با آخر کاروبار شروع کرد خودم به جنجال کردن من ازم پارسال دیگه قسم خوردم که من دیگه خودی کس شیریکی کار نمیکنم اگر کار کنم دیگه شیریکی خودی هم دارن نمیجوشه نورالله جو چیشای تو به دلم برارمه ماما شاگل عجله داره میگه زودتر کلک کنده شه به می دی مغزر آدم بیکار است که چی بگی راست میگه خدا خو ما که به زونا بگیم بیا خودیم شریک شویی معامله در روز یک کلک کنده میشه میره اگر هم زن نفر بیکار است و مثل من دایچین هم دیگه نیه همین دایا همی بیشتری باغار مچین دو ده نفر جلو کنون شما میگیرم و خان مر بگی که دایار مایی بدی به رمضان و نورالله گفتم ها گو ما نقزیکترم بدیم به ما گفتم نه خودی همونا ما گد زدم ماما شاگل من امیر ما به شما میگم خود به حساب شیریک داری ما آدم نیو خلاص انه به شما بگم چرا نی به چی واسطه